درود به همگی گایز به چنل الکونویز خوش اومدین. امروز با یه برنامه فوق سمی با شبی جون بعد از مدت ها آقای دیکو کفه خیلی زیاد به افتخاره. خوش اومدی شبی، چطوری؟ خوبی؟ شبی امروز یه برنامه دارم باهات که کیو بهتر میشناسه. مثلا مورد علاقه من چیه تو باید بنویسی، مورد علاقه تو چیه من باید بنویسم. مجازاتشم شما توی کامنت ها بنویسید. مجازات داره؟ 100% مجازات داره شبنم جان. مجازاتش هم باید انجام بده. ولی من مجازات هم اینه که اگه تو وقتی بریم شاپینگ من بی پولم میدونی بی پولم من یه مجازاتی رو بگین که در خور کاپل باشه بتونیم انجام. مثلا به شبنم نگید برید 6 تا کله معلق بزن کف خیابون. به این بگید خرید بریم خرید. ای هوار خرید و نگو. اوکی آقا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل این زیر هست. امروز نویز هیست به جاش عشق الکی است. بریم برای ادامه برنامه. شغل طرف مقابلتون اگه در حال حاضر هر چیزی که هست نبود چی بود؟ من پرودوسر و یوتیوبرم دیگه. من دست خطم خیلی بده. اشکال نداره من از تو بدترم. خب 3 2 1 تو چی نوشتی؟ نماینده که ماشین میزنی. من زدم گالری نقاشی داشتی. دزدیه؟ برند خودمو میزدم تو فشن. تو فشن میزدی تو هم اشتباه گفتی. من راننده ماشین سنگین میشدم. دروغ میگی. تو من 1000 بار بچه‌ها به تو گفت گوش بده. همین امروز به من گفت من نه نماینده ماشین میگفتم شاید اگه ایران بودم اینجوری، ولی من 1000 بار به تو گفتم که آقا اگه من پرودوسر یا یوتیوبر نمیشدم راننده ماشین سنگین میشدم. نماینده که ماشین داشته باشه خیلی بهتره. نه من راننده ماشین سنگین دوست دارم. میکنه توش. سلطان جادا نه تو امتیاز بگیری نه من، جفتمون ریدیم. بریم برای بعدی. غذای مورد علاقه چیه؟ غذای مورد علاقه تو چی بود؟ قراز چیه؟ غذای مورد علاقه میشه اونی که خودم برای درست بکنم بنویسم؟ نه. چرا؟ تو عاشق اون غذایی. مورد علاقه دارم. تو عاشق اون غذایی. غذای مورد علاقم نیست. نه نشون نده. غذای مورد علاقه شبنم. آقا من می نویسم ولی هر نوع مختلفیه. 3 2 1 مرغ. عزیزم تو به جز مرغ هیچی نخوردی تو زندگی جلو من. دلیل نمیشه که مورد علاقم باشه چون نمیخورم. آقا غذایی که زیاد میخوری یعنی مورد علاقته با سالاد. نه یعنی دایتی. برای من چیه؟ خورش کرفس. خیلی اشتباه. من عاشق جوجه کبابم قربونت برم. ببین ما ریدیم. ما چرا هیچ اطلاعاتی از هم نداریم؟ ما 1 سال و نیم با هم تو همیشه میگی من عاشق خورش کرفس. تا حالا شده بریم رستوران بگم خورش کرفس؟ خب تو نرفتیم جایی که خورش کرفس داشته باشه. ولی من عاشق جوجه کباب هستی ولی خورش کرفس دوست داری. سه امتیاز نده. ریدیم. تو هم چه غذای مورد علاقه تو چی بود؟ تا کسی هیچ ایده‌ای نداری. چی بود؟ مرغ نبود مگه؟ چیه؟ چه؟ نمیدونم مرغ نوشتم. فوش مورد علاقه طرف مقابل، یعنی فوشی که من دوست دارم و فوشی که تو دوست داری. من فوش تو رو میدونم. فوشه تو بده. خب اشکال نداره بنویس ولی بلند نگو من مورد میخونم. علاقه چیه؟ کدومشونه؟ ولی نه. چیزی که بیشتر استفاده اونی که بیشتر استفاده مورد علاقه هم دیگه. اونی که بیشتر استفاده میکنم. وای برای تو هم همچی خوب نیست. مادر جن انگلیسیه این باشه. مادر کاغذم. آخه الان چه فرقی کرد؟ خب برای تو همون زشته است ولی انگلیسیشه، یعنی انگلیسی باشه زشت نیست. 1 تاریخ تولد طرف مقابل چه روزیه؟ یا حسین همه چیشو باید درست بنویسی. سالشو میخوام. مطمئن بودم رو سالش گیر میکنه. 1997 سال از من. اوکی shut the fuck up. 93. The fuck 94. وای با حساب کتاب داره تولدمو به دست آقا بیاره. من the fuck من تو هول کرده بیچاره. ببینم چند نوشتی؟ wait خب باشه بیا اشکال نداره. 1994 18
ببین 94 نوشتی؟ Yeah. درست نوشتی 13 اپریل 2021 2021 چرا نوشتم 2001 اوکی جفتمون میگیریم درست. یک وای 2021 خدا بود بدبخت شدم وای شب کادو چی میخوای؟ شنل بگ. ای هوار من از این مردم که میگم خانم این پولش برو خودت بخر نه گم میخورن اونا. میوه مورد علاقمون برای میوه تو مورد علاقه خودم نمیدونم اوکش میدونم. برای خود تو آره تو که میوه اصلا دوست نداری. برای تو چیه شبنم؟ تو همه میوه رو دوست داری من واقعا آخه عاشق همه میوه ولی دو تا فیوریت دارم. دو تا فیوریتاش چی بود؟ یکیش که 100 اینه همیشه میگی بخر اصلا لزوما نمیگم همینجوری بعض اوقات فصلش نیست. آقا تو همیشه اینو به من میگی بگیر داری اذیت هم میکنی دیگه وایستا اینم هست نارنگی هندوانه این دوتا رو تو خیلی دوست داری آخرین بار که هندونه گرفتی کی بود؟ آخرین بار همین هفته پیش بود گفتی بخر بعد من رفتم نداشت تو چی نوشتی؟ انبه برای من درست نوشتی نارنگی هندوانه اشتباه بود؟ من گیلاس دوست دارم هلو. خب باشه 2-1 به نفع تو انبه رو پاک کن میریم حالا ریلیشنشیپی میگه بیشترین چیزی که طرف مقابل تو اذیت میکنه از سمت من چی تو رو همیشه اذیت از میکنه؟ سمت تو من اذیت میکنه آره دیگه. همه چی عصبی بودن anger issues درسته؟ انگر شوزو همیشه درسته حرفش. آها اون میگه حرفم پای کرسی میشونم موزیک های سکسیرت سکسی رو دا اینجوری اوکیه موزیک های سکسیرت درست گفتم؟ از سمت من فقط موزیکای سکسی رو بنظر دیدی که اذیت هم میکنه سکی اینو امتیاز نمیدم به من نمیدی؟ نه من از سمت خودم داشتم میگفتم چیکار این دارم نبود من به اصلا. خودم امتیاز میدم. اینو کلا اشتباه رفتیم ولی خوب 3-2 دیگه من جلو 3-2 نه آقا ادیتور 3-2 به نفع تو دیگه عزیزم عجیب ترین حالت طرف مقابل چیه عجیب ترین حالتی که تو من میبینی چیه یه موقع‌هایی چی نوشتی؟ من نوشتم صورتتو میکنی تو چی؟ ببینم نوشتم گوزیدن و حرکتشه. بابا مرد میگوزه دیگه حالا ما میگوزیم آقا درست بگی من خودم میفهمم که داره میره رو مخت ولی تو هم صورتتو میکنی میره رو مخم کار عجیبی هم هست 4-3 جفتمون داریم درست میگیم بریم برای بعدی کشور مورد علاقه برای سفر. کشور مورد علاقه برای سفر من که میدونم 100% بعید میدونم بدونم. برگردم دبی میخوای همش هر ایتالیا. شبنم تو از روزی که با من تو میدونی من قبل از اینکه بیام کانادا میخواستم هم ایتالیا. خب به من چه تو الان فقط منو سرویس کردی بریم دبی ایتالیا یه کشور خیلی مورد علاقه‌ام که واقعا میخوام برم توش زندگی کنم و سفر دبی نیست تو پس کلی برنامه زندگی زندگی جفتش با هم اوکی. درست گفتیم جفتمون یا تو بالی. 5-4 منم بالی هم 100%. به خوبه که این زوج دوست داشتنی خیلی چیزای همدیگه رو میدونن ماشین مورد علاقه طرف مقابل به خدا اگه بزنی زیر این چون تازگی داری یه چیز میگی ولی همیشه این بوده ماشین مورد علاقه. برش کردیم ماشین مورد علاقه تو آودیه آدی و بنتلی. آودیه دیگه در مرحله اول بر من چیه؟ درسته بشی پرشه است درود بر تو کافیه مورد علاقه طرف مقابلت فقط انگلیسیشو نمی‌نویسم فارسی می‌نویسم شاید اشتباه بنویسم میشناسمشا ماچاتیلته ماچاتیلته درست بود. بلک کافی هم که برای منه دیگه 100% من بلک کافی میزنم به خاطر اینکه آلرژی دارم به شیر و کریم اولین قرار اصلیمون چه روزی بوده؟ اولین قرار اصلیمون بابا چه میدونم؟ من میدونم نه تو هم نمیدونی. من میدونم تو ژانویه بود
نه روزش مهمه. برو بابا گو خودی مثلا میگن میگم. 22 نمی‌خوام بهمن چه روزی هستش؟ میگن روز جمعه هستش. فکر کنم 23 نوامبر. نمیدونم کسی هم امتیاز نمیده. ولنتاین! ولنتاین سال پیش بود. قرار اصلمون ولنتاین سال پیش بود. جفتمون امتیاز نمیگیریم. جفتمون امتیاز نمیگیریم. خیلی چرت بود. آقا من روز ولنتاین با تو سنگین رفتم تو دانس دیگه. نامرد من. یهو بغلت کردم اون بازیگر مورد علاقمون کی هست؟ فکر نمی‌کنم مثلا بدونم بازیگر مورد علاقه خودم چیه. من میدونم کیه. یه آقاییه که سفید پوست نیست. مایکل بی جوردن. مایکل بی جوردن. دیدی درست گفتم؟ 7 تومن برای من نمیدونستی. مایکل بی جوردن. والتر وایت هایزنبرگ. آقا بریکینگ بد هر شب میگم ببینیم به خاطر والتر وایته. از کجا میفهمی طرف مقابل تصوریه؟ بچه اصلا سخت نیست بدون این استایل عصبانیه. شبی جون لباشو میکنه. من دیدم. میفهم عصبانی. تو منو چی نوشتی؟ اردبه میزنه. اردبه اربدس عزیز دلم. اردبه چیه؟ من میگم اون ارد خوراکیه رو داره میگه. اردبه آی خدایا خیلی لطف کردین آوردی تو زندگی من. شما ببینید من در طول روز چقدر میخندم. به ایشون به نارنگی میگه نارنگی. اردبه. آقا 8-7 به نفع من. اربده خب باشه همون 8 تو هم امتیاز میگی. خیلی جیغ میزنه بچه وقتی عصبانی. از چه حیوانی میترسید؟ از چه حیوانی میترسم؟ من از تو از چی میترسی؟ یکیشو خیلی خوب میدونم حالا بقیهشو نمیدونم. عنکبوت. برای من چی نوشتی؟ پرنده. آفرین. از کجا میدونستی پرنده رو؟ من درست گفتم عنکبوت؟ بعد بچه ها میدونستید که یه دسته من قبلا تعریف کردم تو یوتیوبم یه دسته پرنده به من حمله کرده. عنکبوت نبود؟ که ازش میترسم کوسه است. کوسه عزیزم تو کجا کوسه میخواد بیاد سراغ تو؟ فوبیاشو دارم. فوبیای کوسه داری ولی منم فوبیای پرنده و کلاغ دارم. خواننده مورد علاقت کیه؟ من که برای تو رو میدونم سریعا بنویسم. چقدر راحتم. ای خدا 2 نفره اون یه دونه رو اشتباه بنویسه عشق کنم. در حال حاضر من در حال حاضر نمیدونم. من لویالم تو نه. خواننده مورد علاقم یه نفره که میدونم واقعا مورد علاقته و that's it. اوکی رو کنیم. دان تالیور رو نکنه نوشتی. فیوچر که برای تو رو من درست گفتم. 100%. ببین دان تالیور خواننده مورد علاقه من است ولی گوته من نیست. اگه گفتی گوته من کانیه است. پس اشتباه گفتی. 9-9. همین الان از من پرسیده به جواب دادم گوت جنواری کانی از خواننده مورد علاقت دان تالیور. اگه میگفتم گوته من کیه تو مینوشتی کانیه؟ yes. فدای سرت. 9-8. 10-9 عزیزم منم درست گفتم. 10-9. برند مورد علاقه. آخه تو همه برندها رو دوست داری نامرد. یکیش اینه دیگه اذیت هم نکن. یکیش اینه نگو کنی. ریک اونز. درست گفتیم جفتمون. بسته شبی جون ولی هنوز که هنوز جلوه. خب ولی خوب ببین فکر میکنی خودش از من خیلی چیزا رو میدونستی؟ 100%. آره؟ منم از تو خیلی میدونستم. 11-10 به نفع شبی جون. رنگ مورد علاقه شبنم. چی بود یادم نمیاد. بگو دیگه. نه من میخوام خرید. یادم اومد دیلینگ دینگ بنفش. دیدی فکر کردم یادم اومد. آفرین برای منم مشکیه. 12-11 به نفع شبی جون بعدی و بباز ما رو راحت کن. کدوم قسمت از لباسو من دوست دارم کدوم قسمت لباسو تو دوست داری؟ میتونه تیشرت باشه، کتونی باشه، شال باشه، شلوار، هر چی فکر میکنی میتونه باشه. کاریه که اونی که من دوست دارم اولین چیزی که میخوام بخرم دیگه. یعنی ترجیح میدی پول پاش اسپند کنم؟ بدم آره. اوکی. برم این اشتباه گفته باشه من درست گفته باشم حکم نمیفته. بچه شما بگید.
خب بدونی شبیه اینا جون. خیلی واضحه که چی دوستم تو آیتم کلازتت مثلا فقط لباسیه دیگه، جولری و اینا نیست. آره لباسیه پاکش میکنم، ریسک نمیکنم. این ریسکی بود چیزی که نوشته بودم. نوشتم 3 2 1 کیف. برای تو چیه؟ کتونی. تو کیف بودی؟ آره؟ کیف نبود؟ جان سویل بگو، تو رو خدا بگو. کتونی نوشته بودم قبلش. کیف نیست؟ Thank you very much برای تو چی بود؟ شلوار تو کیفی. کیف تو کیفی. کیف تو ببخشینو 60 ساله میبره گوچی میگه این با کیف هم دیگه میریم شاپینگ برام کیف میخری چون میدونی که خیلی دوست دارم بدبخت شدیم و رفت. اگه بچه‌ها مجازات میخواید بگید شاپینگ ما باید بریم براشو کیف. اگه مجازات چیز دیگه بود بازم من نوکرتونم هست. مرسی شبی جون که تا اینجا برنامه من بودی عزیزم، قربونت برم. من ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه من بودی. بازم می تو برنامه یوتیوب 100%. سمی و باحال بودی یا چی؟ آره عاشق تک تکتونم. لطفاً انرژی مثبت بدید تو کامنت ها. هر چی نظر و پیشنهاد دارید بدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل این زیر هست. الکی و شبیه عاشقتونم. میایم با برنامه‌های بعدی دیگه. مراقب خودتون باشین. دستو بیار جلو شبیه.